أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. خب در کتاب ریاض الصالحین باب 9 میگذاریم. امام نووی میگوید باب فضل الحب فی الله والحث علیه، یعنی این باب 9 که میگیریم در مسئله فضل حب است، یعنی فضیلت و بزرگی دوست داشتن. فی الله یعنی دوستی کردن به خاطر الله، دوست داشتن کسی به خاطر الله. و الحث علیه و تشویق کردن برای دوست داشتن به خاطر الله، یعنی که تشویق کردن لازم است که مردم دوست بدارن به خاطر الله. و اعلام الرجل من یحبه انه یحبه، و اعلام کردن مرد کسی را که دوست می‌دارد، یعنی یک کس دوست می‌دارد اعلام کند، یعنی بگوشه که من تو را دوست می‌دارم به خاطر الله. انه یحبه، هر نوع دوستش می‌دارد، یعنی بگوید که من دوست می‌دارم تو را. و ماذا یقول له اذا اعلمه، و چی میگوید وای مرد، مثلا یک کس میخته میگوید که من به خاطر الله تو را دوست می‌دارم، و باید تو چی بگویی؟ اذا اعلمه، وقتی که بگیم وای را میگوید، وای را تعلیم میتید که من تو را میداناند، وای را میداناند که من تو را به خاطر الله دوست میدارم، پس باید چی بگوید؟ خب همین مسئله در اکنون امام نووی رحمه الله برای ما و شما دلایل تقدیم میکند. اولا آیات ها را میارد، میگد قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم، یعنی محمد رسول الله است. محمد رسول الله، محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر الله است. والذین معه، و آن کسانی که همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هستند، اشداء علی الکفار، بسیار سرسخت هستند به کافرها، نسبت کافرها سرسخت هستند. رحماء بینهم، مهربان هستند در بین خودشون، اما بین خودشون ده بسیار مهربان هستند. الى آخر سورتی، تا آخر سوره فتح. و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم. والذین، و آن کسانی که یعنی انصاری ها، والذین، و آن کسانی که یعنی انصاری ها که اهل مکه را قبول کرده بودند. والذین تبوأوا الدار، تبوأوا الدار یعنی که آماده کردند دار را، دار اینجا به معنی مدینه است، یعنی آماده کردند مدینه را. تبوأوا، آماده کردند، الدار یعنی مدینه را، آماده کردند مدینه را، یعنی انصاری ها آماده کردند مدینه را. والایمان، و دلهایشان را پر از ایمان کردند. من قبلهم، پیش از آمدنشان. یحبون من هاجر الیهم، دوست می‌دارند کسی که هجرت میکنند با سویشون، یعنی اهل مدینه. انصاری ها دوست می‌دارند مهاجرا را که با سویشون هجرت بکنند. یعنی که اینها دلیل برای اینه که مسلمان در بین خودشون رحم دل است و مهربان هستند، اما به نسبت به کافرها سختگیر و سرسخت هستند و مسلمان ها دوست می‌دارند. خلاصه این مسئله دوست داشتن به خاطر الله که است، این آیات را برای همین آورد. اکنون حدیث را شروع میکند، میگد حدیث 375. و عن انس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از انس رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت ثلاث من کن فیه وجد بهن حلاوة الایمان، یعنی سه چیزی هست، یعنی ثلاثه اشیاء، یعنی سه چیزهایی هست که من کن فیه، هر کسی ده که باشد همین سه چیز، همین سه خصلت در هر کسی که باشد، وجد بهن حلاوة الایمان، می چشد با سبب همین سه خصلت حلاوت ایمان را، لذت ایمان را می چشد. اون سه خصلت چی است؟ یکمین خصلت
ان یکون الله و رسوله احب الیه مما سواهما. یکم خصلت همین است که باید باشد الله و رسولش دوست داشته تر برای اون انسان مما سواهما، از غیر این دو کس. یعنی الله و رسول برای اون شخص از همه چیز دیده بالاتر، از پدر و مادر و از زن و فرزند و دارایی و از همه چیز باید بالا باشد. این یکم خصلت است. و دویم خصلت و ان یحب المرء لا یحب الا لله، و اینکه دوست بدارد یک شخص را، یک کس را دوست بدارد، لا یحبه الا لله، و دوستش نمیدارد مگر به خاطر الله، یعنی دوست داریش برای الله باشد. این دویم خصلت که یک انسان رو به خاطر الله دوست بدارد، یعنی یک از دوستای الله را، یک مسلمان را. و سیم خصلت و ان یکره ان یعود فی الکفر بعد ان انقذه الله منه، یعنی که و ان یکره، اینکه بد ببیند، یعنی خوش نبیند، ان یعود الى الکفر، اینکه بازگردد به کفر، یعنی که بد ببیند بازگشتنی به سوی کفر را، بعد ان انقذه الله منه، بعد از اونه که نجاتش داد الله سبحانه و تعالی از کفر، یعنی که الله سبحانه و تعالی توفیق داد انسان را وقتی ایمان نصیبش کرد که ایمان آورد، که الله سبحانه و تعالی این انسان را به سبب نصیب گرداندن ایمان و به سبب توفیق دادن نجاتش داد، دیگر این انسان کفر را چنان بد ببیند کما یکره ان یقذف فی النار، چطوری که بد میبیند که برده شود یا پرتافته شود در آتش. یعنی چخیل انسان هیچ به یگان وجه راضی نمیشود که در آتش بگیم علاوه در پرتوی بوسوزونیش، باید به کفر بازگشتن ان همین طور برای انسان سخت باشد که به هیچ وجه راضی نشود که به کفر برود یا کافر شود. حدیث متفق علیه. در اینجا همچنین دوست داشتن یک شخص به خاطر الله سبحانه و تعالی که این فضایل زیاد دارد، سبب چشیدن حلاوت ایمان می شود که در موضوع باب توضیح می گیرد. بعد از این حدیث 376 و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت: سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. هفت طایفه هست، سبعتون یعنی هفت طایفه هست، هفت گروهی هست که یظلهم الله، جای میدهد الله سبحانه و تعالی و اینها را فی ظله، در سایه خودش، یوم لا ظل الا ظله، روزی که نیست سایه مگر سایه خودش، مگر سایه خودش، مگر سایه عرش. بعضی میگن که جدا فی ظل العرش، یعنی در سایه عرش جو میتید و الله سبحانه و تعالی در اون سایه جایگیرشان میگردند در روزی که بجز آن سایه دیگر سایه وجود ندارد. اون هفت طایفه کی هستند؟ اکنون یک تا بیان میکنند. یکم امام عادل، یکم این طایفه که در زیر سایه عرش میباشند امام عادل است، یعنی فرمان روای، حاکم عادل در روز قیامت در زیر سایه عرش است. و دوم و شاب نشأ بعبادت الله عز وجل، جوانی که رشد یافتگی است به عبادت الله سبحانه و تعالی، یعنی جوانی که با عبادت رشد می‌یابد، جوانی که با عبادت وقتش صرف میکند و با عبادت زندگی میکند، این جوان هم در روز قیامت در زیر سایه عرش است. و سیوم و رجل قلبه معلق فی المساجد، و مردی که قلبش معلق است در مسجد، یعنی که و مردی که دل بسته است به مسجد، یعنی که همیشه هوش و خیالش به مسجد است که از اون میگن که وقت نماز میشه تو اینکه رفتن نماز رو در مسجد ادا بکند. این سیم طایفه. چهارم طایفهش و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه، دو مرد و رجلان، این موضوع باب یعنی جای دلیل همینجا است که دوست داشتن به خاطر الله. و رجلان و دو مرد تحابا فی الله، دوستی کردن برای الله، دو مرد که دوستی کردن یکدیگر را دوست داشتن برای الله، اجتمع علیه، جمع شدن همون دو مرد بنا همین دوستی الله، یعنی که
رفیقیشون بردوام شد که هر دویشون یک جا بگیم دوستشون به خاطر الله هست. و تفرق علیه، و جدا شدن به خاطر الله. یعنی که حتی اگر فاسق شد، این کسی که او را به خاطر الله دوست می داشت از اون جدا شد، یعنی جدا شدنشون به خاطر الله بود. یعنی یک وقتی که این فاسق شد جدا شد، یا مثلا به جهاد رفت، در راه الله جهاد رفت و همین سبب شد که ترک کند بگیم یک دیگر رو. این چهارم. پنجم، و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. و مرد، و رجل پنجم طایفه که در زیر سایه عرش است، مرد که دعته امرأة، یعنی دعوت کند اون مرد رو زنی، ذات منصب یعنی صاحب منصب باشد، یعنی صاحب مال و ملک و ثروت باشد، و جمال و در زیبایی و در جمال هم بسیار زیبا باشد. فقال، پس این مردی که اون زن دعوتش کرده این برای زنا کردن، یعنی این مرد بگوید که اینی اخاف الله، من می ترسم از الله. وقتی که به خاطر الله، یعنی به خاطر ترسی از الله با اون زن ثروتمند و صاحب منصب و صاحب جمال زنا که نمی کند از ترس الله، این هم در روز قیامت در زیر سایه عرش می باشد. و ششم، رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. و مردی که ششم طایفه، مردی که تصدق بصدقة، صدقه را انجام داد، مردی که صدقه کرد، فاخفاها، پس صدقهش رو پنهان کرد، صدقهش رو پنهان کرد که حتی لا تعلم شماله، تا اینکه نداند چپش ما تنفق یمینه، چی صدقه میکند دست راستش، یعنی که دست چپش نداند که دست راستش چی صدقه میکند. مقصد از این چی است؟ مقصد از این است که یعنی که ریاکاری نکرد، یعنی که صدقه را بدون ریا داد، در اون صدقه ریا نباشد. این کنایه از این است که دست راست بتیاری دست چپ نفهمد. پس این انسان هم، این مرد صدقه کنه که بدون ریا صدقه میکند، در روز قیامت در زیر سایه عرش می باشد. ششم. و هفتم کی است؟ و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. و رجل، و مرد، هفتمین طایفه که در زیر سایه عرش است، مردی که ذکر الله، الله را ذکر کرد، الله را یاد کرد، الله را به یاد آورد، خالیا یعنی در تنهایی، در تنهایی الله سبحانه و تعالی را به یاد آورد. ففاضت عیناه، پس سرازیر شد، عیناه یعنی که اشک چشمانش سرازیر شد، یعنی که آویزان شد یا که روان شد، عیناه یعنی که اشک چشمانش. این مردم در روز قیامت در زیر سایه عرش می باشد. پس این از هفت طایفه که در زیر سایه عرش هستند. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 377 و عنه قال، و از وی روایت است که گفت، وی کی است؟ ابو هریره، یعنی که روایت حدیث پیشین ابو هریره. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، ان الله تعالی یقول یوم القیامة، هر آینه الله سبحانه و تعالی میگوید در روز قیامت، یعنی الله سبحانه و تعالی در روز قیامت اعلان میکند، میگوید که این المتحابون بجلالی، یعنی کجا هستند کسانی که با یکدیگر دوستی کردند، متحابون یعنی با یکدیگر دوستی کردند، بجلالی به خاطر عظمت من، به خاطر بزرگی من، یعنی به خاطر من دوستی کردند. همون دوستایی که با یکدیگر به خاطر الله دوستی کردن، میگه همونها کجا هستند؟ چرا؟ برای چه الله میپرسد؟ میگه که الیوم اظلهم فی ظلی، امروز جای میدیم ویها را در سایه ام، در سایه عرش اونها را جای میدیم. یوم لا ظل الا ظلی، روزی که نه سایه بجز سایه من، بجز همون سایه دیگر سایه وجود ندارد. الله سبحانه و تعالی میگه من
متحابون فی را در اونجا جمع میتیم، یعنی که کسانی که با یکدیگر به خاطر الله دوستی کردن در زیر سایه عرش می باشند. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. حدیث 378 و عنه قال، و از وی روایت است که گفتن از ابو هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم والذی نفسی بیده، یعنی قسم به ذاتی که جان من در دست اون هست، لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا، یعنی داخل جنت نمیشوید تا اینکه ایمان بیارید. یعنی که یکی از شرطهای داخل شدن جنت ایمان آوردن است. ایمان میاری داخل جنت میشوی. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، و ایمان شما کامل نمیشود تا اینکه یکدیگر را دوست بدارید. یعنی شما مؤمن ها، شما مسلمان ها، یکدیگر را دوست داشتن از تکمیل ایمان است، از پرکننده های ایمان است دوست داشتن مسلمان ها. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اولا ادلکم، آیا شما را راهنمایی نکنم، آیا شما را دلالت نکنم، راه نشان ندهم، علی شیء، بر چیزی که اذا فعلتموه، هنگامی که شما انجام دادید همون چیز را، همون گفته چیزی که حالا میگم تون میگه اگر همون رو شما انجام بدید تحاببتم، شما یکدیگر را دوست می‌دارید. اون چی است؟ افشوا السلام بینکم، رواج دهید شما سلام رو در بینتون، پهن کنید سلام رو در بینتون. یعنی یکدیگر را دیدید سلام بگوید، بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس انا همین سلام دادن محبت را برای یکدیگر به وجود می آورده است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. حدیث 379 و عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم، و از وی یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ان رجلا زار اخا له فی قرية اخرى. این حدیث درس پیش نبود گرفته بودیم. حدیث هر آینه مرد زیارت کرد برادر دینیش رو در یک دهه دیگر بود، در یک دهه دیگر بود، اما برادرش زیارت کرد. فارسل الله له علی مدرجته ملکا، پس قرار داد الله سبحانه و تعالی در راه همین مردی به دهه دیگه میرفتگی ملکن، یک ملائکه را، یک ملائکه را الله سبحانه و تعالی قرار داد. و ذکر الحدیث الی قوله، و ذکر کرد حدیث را تا جایی سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این حدیث طولانی بود، گرفته در درس گذشته گرفته بودیمش. پس جای در کار اینجا است ان الله قد احبک کما احببته فیه، یعنی جایی دلیل همینجا است که هر آینه الله سبحانه و تعالی دوست داشته است تو را، چی طوری که دوست داشتی تو وی را به خاطر الله. یعنی که او وقتی که حدیث خواندیم که برای چی گو پیشون میره، یگان فایده میگیری، یگان بهره میبری، یگان چیزی هسته که سببی هسته، گفت نه فقط به خاطر الله دوستی ما به خاطر الله هست. همون را میگه که وقتی که تو اون را به خاطر الله، ان الله قد احبک، هر آینه الله سبحانه و تعالی تو را دوست داشت، کما احببت، چطوری که تو دوست داشتی اون رفیقت رو، فیه، یعنی به خاطر الله سبحانه و تعالی. پس دوست داشتن الله سبحانه و تعالی این بزرگی ها و این فضائل را داشته است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که است و قد سبق بالباب قبله، و این حدیث گذاشت در بابی پیشینه، در درس گذاشته گرفته بودیمش. یعنی خب حدیث 380 بس است که بله. حدیث 380 و عن البراء بن عازب رضی الله عنهما عن النبي صلی الله علیه و سلم انه قال فی الانصار، و از براء بن عازب رضی الله عنهما روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت در موضوع انصاری ها، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره انصاری ها گفت. چی گفت پیغمبر در باره انصاری ها؟ گفت که لا یحبهم الا مؤمنون، دوست نمی‌دارد انصاری را مگر مؤمن، یعنی فقط مؤمن ها هستند که انصاری ها را دوست می‌دارند. ولا یبغضهم الا منافقون،
و بعد نمیبینند انصاری ها را مگر منافق ها، یعنی بعد بینندگان انصاری ها منافق ها هستند. من احبهم احبه الله، هر کسی که دوست بدارد انصاری ها را، دوست داشته از وی را الله وی را هم دوست می‌دارد. دوست داشتن انصاری سبب می شود که الله تو را دوست می‌دارد. و من ابغضهم ابغضه الله، و هر کسی که بد ببیند انصاری ها را، بد می‌بیند الله سبحانه و تعالی وی را. یعنی که بد دیدن انصاری ها سبب می شود که الله تبارک و تعالی تو را بد می‌بیند. یعنی که دوست داشتن انصار از ایمان است، یا در عموم دوست داشتن اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم از ایمان است. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. پس این است درس امروزمون. درس امروز تا به همینجا تمام و با اتمام. السلام علیکم و رحمت الله.